اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. داستان شگفت‌انگیز حضرت سلیمان در قرآن، روایات اسلامی و همینطور کتب عهد عتیق. ابتدا قضیه جانشینی حضرت سلیمان رو میاریم. در اواخر عمر حضرت داوود علیه السلام از طرف خدا وحی شد از خاندانت وصی و جانشین برای خود تعیین کن. حضرت داوود علیه السلام چندین فرزند از همسران مختلف داشت. یکی از پسرانش نوجوانی بود که مادر او نزد داوود علیه السلام به سر می برد و داوود مادر او را دوست داشت. داوود علیه السلام پس از دریافت وحی مذکور نزد آن همسرش آمد و به او گفت: خداوند به من وحی کرده تا از خاندانم یکی از آنها را برای خود وصی و جانشین قرار دهم. همسر داوود گفت: خوب است که آن وصی پسر من باشد. داوود گفت: من نیز قصدم همین بود، ولی در علم حتمی خدا گذشته که وصی من سلیمان است. از سوی خدا وحی دیگری به داوود علیه السلام شد که قبل از رسیدن فرمان من شتاب نکن. از این وحی چندان نگذشت که دو مرد که با هم مرافعه و نزاع داشتند به حضور داوود علیه السلام برای قضاوت آمدند. آنها به داوود گفتند: یکی از ما دامدار و دیگری باغدار است. خداوند به داوود وحی کرد: پسران خود را نزد خود جمع کن و به آنها بگو هر کس در مورد نزاع این دو نفر باغدار و دامدار قضاوت صحیح کند او وصی تو بعد از توست. داوود علیه السلام پسران خود را نزد خود جمع کرد و ماجرا را به آنها گفت. آنگاه باغدار و دامدار جریان دعوای خود را چنین بیان کردند: باغدار گفت: گوسفندهای این مرد دامدار به میان باغ من آمده‌اند و به درختانم صدمه زده‌اند. دامدار گفت: من اطلاعی نداشتم. آنها حیوانند و خودشان به محل باغ او رفتند. در میان پسران داوود هیچ کدام سخنی نگفت جز سلیمان که به باغدار فرمود: ای باغدار، گوسفندان این مرد چه وقت به باغ آمده‌اند؟ باغدار گفت: شبانه آمده‌اند. سلیمان گفت: ای صاحب گوسفندان، من حکم می کنم که بچه ها و پشم امسال گوسفندهای تو به باغدار تعلق دارد. داوود به سلیمان گفت: چرا حکم نکردی که صاحب گوسفندان خود را به باغدار بدهد؟ با اینکه علمای بنی اسرائیل پس از قیمتگذاری و سنجش دریافتند که قیمت گوسفندهای دامدار هم وزن قیمت انگور آن سال باغ است. سلیمان گفت: قضاوت من از این روست که درختهای انگور از ریشه قطع و نابود نشده‌اند و تنها بار و میوه آنها خورده شده است و سال آینده بار می‌دهند. خداوند به داوود وحی کرد که قضاوت صحیح در این حادثه همان قضاوت سلیمان علیه السلام است. ای داوود، تو چیزی را خواستی و ما چیز دیگری را. داوود علیه السلام نزد همسر مورد علاقه‌اش آمد و گفت: ما چیزی را خواستیم و خدا چیز دیگر را خواست. جز آنچه را که خدا می‌خواهد واقع نمی‌شود. ما در برابر فرمان الهی تسلیم و خشنود هستیم. به این ترتیب سلیمان علیه السلام در میان فرزندان داوود به عنوان وصی و جانشین آن حضرت شناخته شد. داوود علیه السلام طبق وحی الهی خواست حضرت سلیمان را خلیفه و جانشین خود قرار دهد. هنگامی که این موضوع را به بزرگان بنی اسرائیل خبر داد، از این خبر ناراحت شده و فریاد اعتراض برآورده به داوود گفتند: آیا جوانی را خلیفه خود قرار می‌دهی با اینکه بزرگتر از او در میان ما وجود دارد؟ داوود علیه السلام سران طوایف 12 گانه بنی اسرائیل را احضار کرد و به آنها فرمود: اعتراض شما به من رسید. شما عصاهای خود را بیاورید و نام خود را روی آن عصا بنویسید. سلیمان نیز عصایش را میآورد و نامش را روی آن عصا مینویسد. همه این عصاها را درون اتاقی بگذارید و در آن را ببندید و قفل کنید و شما سران و رؤسای طوایف یک شب از این اتاق نگهبانی نمایید تا کسی وارد آن نشود. فردا صبح در اتاق را باز کنید. عصای هر کسی که سبز شده و میوه داده باشد صاحب آن عصا رهبر مردم بعد از من است. سران قوم این پیشنهاد را پذیرفتند و عصاهای خود را آورده در میان اتاقی مخصوص قرار دادند و در آن را بستند و یک شب در آنجا نگهبانی دادند. صبح فردای آن شب به امامت داوود علیه السلام نماز خوانده شد. بعد از نماز در آن اتاق را باز کردند و دیدند تنها عصای سلیمان سبز شده و میوه داده است. آن را به داوود علیه السلام تسلیم نمودند. داوود آن را به همه نشان داد و همه این نشانه را پذیرفتند. در منابع تاریخی سن حضرت سلیمان هنگام جانشینی 22 یا 13 سال بوده. حضرت سلیمان 40 سال حکومت کرد. امام باقر علیه السلام فرمود: داوود بر سرزمین‌های میان شامات تا بلاد استخر پادشاهی کرد و قلمرو پادشاهی سلیمان نیز چنین بود. طبرسی گفته امام باقر علیه السلام فرمود: فرمانروایی مشرق و مغرب زمین به سلیمان پسر داوود بخشیده شد. حالا میریم سراغ قرآن ببینیم درباره حضرت سلیمان در قرآن چی اومده.
و یهودیان از آنچه شیاطین در زمان پادشاهی سلیمان بر مردم می‌خواندند پیروی کردند و سلیمان کافر نشد، ولی شیاطین که به مردم سحر می‌آموختند کافر شدند. برای سلیمان نزد ما قرب و منزلتی بلند و بازگشتی نیکوست. ما سلیمان را به داوود بخشیدیم، چه بنده خوبی، زیرا همواره با خدا ارتباط داشت و به سوی خدا بازگشت می‌کرد و به یاد او بود. این 3 آیه کفر و اعمال دون شخصیت پیامبران که به حضرت سلیمان نسبت داده شده را از بین میبره. یاد کن هنگامی را که در پایان روز اسب‌های چابک و تیزرو بر او عرضه کردند. پس گفت من دوستی اسبان را بر یاد پروردگارم اختیار کردم تا خورشید پشت پرده افق پنهان شد. آنها را به من بازگردانید. پس به دست کشیدن به ساق‌ها و گردن‌های آنها پرداخت. درباره این آیات تفاسیر زشتی اومده که در ادامه خواهیم آورد، اما تفسیر صحیحی که در روایات اومده اینه که روزی حضرت سلیمان علیه السلام عصر هنگام از اسبای تیزرو و چابک خودش که اونها را برای میدون جهاد آماده کرده بود دیدن میکرد. مأمورا با اون اسبا در پیش روی سلیمان رژه میرفتن. سلیمان با علاقه و اشتیاق مخصوص اون اسبا رو روانه میدان کرد. اونها به گونه‌ای تند و تیز از مقابل سلیمان عبور کردند که سلیمان با تمام وجود بهشون نگاه میکرد تا اینکه اسب‌ها از نظرش دور و پنهان شدند. سلیمان که به جهاد با دشمن و دفاع از حریم حق علاقه فراوان داشت، گفت من این اسب‌ها رو به خاطر پروردگارم دوست دارم و میخوام از اونا در راه جهاد استفاده کنم. وقتی اسب‌ها از نظر سلیمان دور و پنهان شدند، سلیمان به مأمورا گفت اونها رو برگردونین تا یه بار دیگه ببینمشون. مأمورا اسب‌ها رو برگردوندن. سلیمان دست به گردن و ساق‌های اونا کشید و نوازششون کرد و سوارانش رو تشویق کرد و درس آمادگی در برابر دشمن رو به همه یاد داد. و قطعاً سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی بیفکندیم. پس به توبه باز آمد. گفت پروردگارا مرا ببخش و ملکی به من ارزانی دار که هیچ کس را پس از من سزاوار نباشد. در حقیقت تویی که خود بسیار بخشنده ای. در ادامه جریان این جسد آورده خواهد شد. پس همچنان با ما باشید. و به راستی به داوود و سلیمان دانشی عطا کردیم و آن دو گفتند ستایش خدایی را که ما را بر بسیاری از بندگان با ایمانش برتری داده است. سلیمان از داوود ارث برد و سلیمان گفت ای مردم، ما زبان پرندگان را تعلیم یافته ایم و از هر چیزی به ما داده شده است. راستی که این همان امتیاز آشکار است. تا آنگاه که به وادی مورچگان رسیدند، مورچه‌ای گفت ای مورچگان، به خانه هایتان داخل شوید، مبادا سلیمان و سپاهیانش شما را پایمال کنند. سلیمان از گفتار او دهان به خنده گشود و گفت پروردگارا در دلم افکن تا نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس بگذارم و به کار شایسته ای که آن را میپسندی بپردازم و مرا به رحمت خیش در میان بندگان شایسته ات داخل کن. این آیه نشون میده مادر حضرت سلیمان مؤمن و پاک بوده و ملعونین نسبت‌های ناروا به ایشون دادن. درباره تفسیر این آیات مربوط به مورچه روایتی اومده به این شرح: در حالی که سلیمان علیه السلام بر روی تختش در فضا حرکت می‌کرد، باد صدای آن مورچه را به گوش سلیمان رسانید. سلیمان در همانجا توقف کرد و به مأمورانش فرمود آن مورچه را نزد من بیاورید. مأموران بیدرنگ آن مورچه را به حضور سلیمان بردند. سلیمان به آن مورچه فرمود آیا نمی‌دانی که من پیامبر خدا هستم و به هیچ کس ظلم نمی‌کنم؟ مورچه عرض کرد آری، این را می‌دانم. سلیمان فرمود پس چرا مورچگان را از ظلم من هشدار دادی؟ مورچه عرض کرد ترسیدم مورچگان حشمت و شکوه تو را بنگرند و مرعوب و شیفته زرق و برق دنیا شوند و در نتیجه از خداوند دور گردند. خواستم آنها به لانه هایشان بروند و شکوه تو را مشاهده نکنند. سپس مورچه به سلیمان عرض کرد آیا می‌دانی چرا خداوند در میان آن همه نیروهای عظیم مخلوقاتش باد را تحت تسخیر تو قرار داد؟ سلیمان گفت راز این موضوع را نمی‌دانم. مورچه گفت مقصود خداوند این است که اگر همه مخلوقاتش را مانند باد در تحت تسخیر تو قرار میداد، زوال و فنای همه آنها مانند زوال و فنای باد است. بنابراین اکنون که بنیاد جهان بر باد است، به آن مغرور مشو. سلیمان از این نصیحت پرمعنای مورچه خندید و سلیمان جویای پرندگان شد. پس گفت مرا چه شده که هدهد را نمی‌بینم؟ آیا هست و او را نمی‌بینم یا از غایبان است؟ قطعاً او را عذابی سخت خواهم کرد یا او را سر می‌برم یا باید دلیل روشنی برایم بیاورد.
پس هدهد زمانی نه چندان دور درنگ کرد و بازگشت و گفت من به چیزی آگاهی یافتم که تو به آن آگاهی نیافته ای و از سبا خبری مهم و یقینی برایت آورده‌ام. به راستی من زنی را یافتم که بر آنان حکومت می‌کند و از هر چیزی به او داده اند و تختی بزرگ دارد. او و قومش را یافتم که به جای خدا برای خورشید سجده می‌کنند و شیطان اعمال را برای آنان آراسته و در نتیجه آنان را از راه باز داشته است، به این سبب هدایت نمی‌یابند تا برای خدا سجده نکنند. همان که نهان در آسمان‌ها و زمین را بیرون می‌آورد، آنچه را پنهان می‌دارید و آنچه را آشکار می‌کنید می‌داند. خدای یکتا که معبودی جز او نیست، پروردگار عرش بزرگ است. سلیمان گفت به زودی درباره ادعایت تأمل و بررسی می‌کنم که آیا راست گفته ای یا از دروغ گویانی. این نامه مرا ببر و به سوی آنان بیفکن. سپس به دور از دیدگان آنان خود را کناری بگیر و بنگر چه پاسخی می‌دهند. ملکه سبا گفت ای سران و اشراف، همانا نامه نیکو و با ارزش به سوی من افکنده‌اند. یقینا این نامه از سوی سلیمان است و سرآغازش به نام خدای رحمان و رحیم است و مضمونش این است که بر من برتری مجویید و همه به حالت تسلیم نزد من آیید. گفت ای سران و اشراف، در کارم به من نظر دهید. تا شما نزد من حضور داشتید من بدون شما فیصله دهنده کاری نبودم. گفتند ما دارای قدرت و مالک وسایل رزمی سختی هستیم، پس بنگر چه فرمان می‌دهی؟ گفت همانا پادشاهان هنگامی که وارد شهری می‌شوند آن را تباه می‌کنند و عزیزان اهلش را به ذلت و خواری می‌نشانند و همواره چنین می‌کنند. من به سوی آنان هدیه‌ای می‌فرستم، پس با تأمل می‌نگرم که فرستادگان با چه پاسخی برمیگردند. هنگامی که فرستاده ملکه سبا نزد سلیمان آمد، سلیمان گفت آیا مرا با مال یاری می‌دهید؟ آنچه خدا به من عطا کرده بهتر است از آنچه به شما داده. این شمایید که با هدیه خود شادمانی می‌کنید. به سوی آنان بازگرد که ما حتماً با سپاهیانی به سوی آنان خواهیم آمد که قدرت رویارویی با آن را ندارند و آنان را در حالی که حقیر و بی‌ارزش شده اند با خواری و ذلت از آنجا بیرون می‌کنیم. سلیمان گفت ای سران و اشراف، کدام یکی از شما تخت او را پیش از آن که همگی به حالت تسلیم نزد من آیند برایم می‌آورد؟ یکی از جنیان کاردان و تیزهوش گفت من آن را پیش از آن که از مسند خود برخیزی نزد تو می‌آورم و من بر این کار توانا و امینم. کسی که دانشی از کتاب نزد او بود گفت من آن را پیش از آن که پلک دیده‌ات به هم بخورد نزد تو می‌آورم و آن را در همان لحظه آورد. پس هنگامی که سلیمان تخت را نزد خود پابرجا دید گفت این از فضل و احسان پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم یا بنده ناسپاسم. و هر کس که سپاسگزاری کند به سود خود سپاسگزاری می کند و هر کس ناسپاسی ورزد زیانی به خدا نمی رساند، زیرا پروردگارم بی‌نیاز و کریم است. گفت تختش را برایش ناشناس کنید تا ببینیم آیا راه می‌یابد یا از کسانی است که راه نمی‌یابند. پس زمانی که ملکه سبا آمد گفتند آیا تخت تو نیز این گونه است؟ گفت گویا این همان است و ما را پیش از این به حقانیت و قدرت سلیمان آگاه کردند و همان زمان تسلیم شدیم. چیزی را که به جای خدا می‌پرستید او را باز داشته بود، زیرا او از گروه کافران بود. به او گفتند به حیات قصر درآی. هنگامی که آن را دید پنداشت آبی فراوان است، پس دامن جامه از دو ساق پایش بالا زد. سلیمان گفت این محوطه‌ای صاف و هموار از شیشه. ملکه سبا گفت پروردگارا، قطعا من به خود ستم کردم. اینک همراه سلیمان تسلیم خدا پروردگار جهانیان شدم. و داوود و سلیمان را یاد کن هنگامی که درباره آن کشتزار که گوسفندان مردم شب هنگام در آن چریده بودند داوری می‌کردند و شاهد داوری آنان بودیم. پس آن داوری را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از آن دو حکمت و دانش عطا کردیم. جریان این داوری قبلا و در قضیه جانشینی حضرت سلیمان اومد و برای سلیمان باد را مسخر کردیم که صبحگاهان مسیر 1 ماه را می‌پیمود و عصرگاهان مسیر 1 ماه را و چشمه مصر را برای او روان ساختیم و گروهی از جن پیش روی او به اذن پروردگارش کار می‌کردند و هر کدام از آنها که از فرمان ما سرپیشی می‌کرد او را عذاب آتش سوزان می‌چشاندیم. آنها هرچه سلیمان می‌خواست برایش درست می‌کردند. معبدها، تمثالها، ظروف بزرگ غذا همانند حوضها و دیگ‌های ثابت. گفتیم ای آل داوود شکر به جا آورید، ولی عده کمی از بندگان من شکرگزارند. این آیه نشون میده سلیمان پسر حضرت داووده و اراجیفی که بعضیا میبندن صحیح نیست. پس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم جز جنبنده خاکی که عصای او را میخورد از مرگ او آگاه نگردانید. پس چون سلیمان فرو افتاد برای جنیان روشن گردید که اگر غیب می‌دانستند در آن عذاب خفت‌آور باقی نمی‌ماندند.
میریم سراغ روایات اسلامی درباره حضرت سلیمان. امام صادق علیه السلام فرمود 4 نفر بر سراسر زمین فرمان روایی کردند که 2 نفر از مؤمنان بودند و 2 نفر از کافران. مؤمنان عبارت بودند از سلیمان و ذوالقرنین علیه السلام و کافران عبارت بودند از بختالنصر و نمرود. امام کاظم علیه السلام فرمود در عهد سلیمان ابن داوود مردم گرفتار خشکسالی سختی شدند. پس به آن حضرت شکایت برده از ایشان خواستند که طلب باران کند. سلیمان فرمود بعد از نماز صبح برای طلب باران بیرون خواهم رفت. چون نماز صبح را خواند به همراه مردم بیرون رفت. در راه مورچه‌ای را دید که بر 2 پای خود ایستاده دست به آسمان برداشته است و میگوید پروردگارا ما نیز از آفریدگان تو هستیم و از روزی تو بی‌نیاز نیستیم. ما را به سبب گناهان آدمیان هلاک مفرما. در این هنگام سلیمان علیه السلام به مردم گفت برگردید که به سبب موجوداتی جز شما باران داده شدید. پس در آن سال چنان بارشی داده شدند که هرگز مانند آن را به خود ندیده بودند.